تمام بیابان‌های ایران، دریاچه‌های نمکی ما حاوی مواد عالی صنعتی شیمیایی هستند. لیتیوم دارن، ایریدیوم دارن. ما دریاچه نمکمون دادیم به کمیته امداد، بیل زیرش میزنه، بدون که بدیم موادش چیه، نمک میفروشه برای خوراک. ما شورابه هام رو نمیدیم به کی دادیم. اینا ثروته. اینا تو صنعت ایران شناخت نیست. و در واقع بالاتره، چون درصد خلوص اون خیلی پایین‌تره، ولی دریاچه ارومیه خیلی غنیه، درصد محلولش خیلی بالاست، یعنی اون نمکش خیلی بیشتره و مفت دارن لیتیوم در میارن از اونجا. دکل‌هایی زدن که ابرها رو پراکنده میکنن، با امواج کوتاه ابرها رو از بین میبرن، دما ایجاد میکنن مثل ماکروویو. عزیزم این مهمه، حیاتی، پخشش کن. اونجا میلیون ها انسان دارن زندگی میکنن برای منافع یک عده که بچه‌هاشون اونورن، برای اینکه پول تو جیبی اونها در بیاد. ما نباید سرطان بگیریم. آقا این خیلی جدیه، پخشش کن. بله، استخراج لیتیوم از دریاچه ارومیه مثل دریاچه قمی که استخراج معمول همینه. آقا سرچ کن، لیتیوم به صورت محلول در طبیعت، برای همین خشک میکنن آب اوشن، آب